دادستانی ناحیه سینای شهر دوشنبه سنجش پیشکی شکایت‌های ساکنان را از سابق سردار شعبه کادرهای مؤسسه واحد مخصوص وزارت کارهای داخلی شروع کرده است. در شکایت جداگانه چند ساکن دوشنبه گفته می‌شود که شهرزاد شریفزاده از راه فریب و تقلب حدود $100,000 آنها را از خود کرده است. مقامات در وزارت امور داخلی تاجیکستان بر رد آزادی تصدیق کردند که چنین شکایت‌ها وجود دارند و تفتیش پیشکی شروع شده است. این زمان در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که شهرزاد شریفزاده ماه ینوری سال جاری از وظیفه برکنار شده دیگر در این ساختار کار نمی‌کند. در حادثه یک نظامی ساکن دوشنبه گفته است که گویا شریفزاده از او برای قبول شدن به کار پول طمع کرده بود. این نظامی خواست تنها با اسم اولش کامران معرفی شود و در صحبت با رادیو آزادی گفت چند سال پیش برای پیدا کردن کار با باور پدپلکان شهرزاد شریفزاده سردار شعبه کادرهای مؤسسه واحد مخصوص وزارت کارهای داخلی درآمده و به خاطر کار در این مؤسسه با او مبلغ $1,500 داده است. دعواگران میگن تلاش‌های آنها برای برگرداندن پول بی‌نتیجه است چون که خود شریفزاده در خانه نیست و از روی برخی معلومات بیرون از کشور قرار دارد. خویشاوندان او هم آماده نیستند درباره این قضیه صحبت کنند. از این خاطر سنجیدن درستی این اتهامات توسط منابع غیر رسمی فعلا معلوم نیست. معلوم نیست که نظر خود شریفزاده به این قضیه چیز و تا کجا او خود را گناهکار می‌حسابد. در همین حال مسئولان دادستانی ناحیه سینا میگویند هنوز در این زمینه پرونده جنایی باز نشده است و تنها تفتیش پیشکی شکایت‌های دعواگران جریان دارد، ولی در صورت افتتاح پرونده جنایی به قول مقامات در وزارت داخله احتمال این شخص برای سوء استفاده از مقام خدمتیش به جوابگری کشیده شود چون که اکثر قانونشکنی‌ها بر دوره کاری او ربط می‌گیرد. پالکونیک سرابک شیرینبک زاده معاون فرمانده مؤسسه واحد مخصوص وزارت کارهای داخلی تاجیکستان است خبر قلابی پدپلکان شهرزاد شریفزاده را تصدیق کرد و گفت گری کده فریب کده چی کده ولی او آدم کار نمیکنه دمو وزارت مقامات کارهای داخلی آزاد کده یه انا مقامات کارهای داخلی او آزاد شده بعد همه او آدم اومده ما پول ما دو برادر اون پول دادی در پیش ما دادی ما اون چی پرسیدی دادیش برای بیو بگه دستش نه او سوژه رسید نمیبره وزارت ولش میکنه این مسئله پول کدی یگان کس ما در جواب کدگی نبود یگان بود. مؤسسه واحد مخصوص وزارت کارهای داخلی که تامین امنیت رئیس جمهور و مهمان خارجی را ضمن حرکت در راه برداشت دارد در قلمرو ناحیه سینا واقع است و از همین خاطر هم سنجش پیشکی را دادستانی همین ناحیه شروع کرده است. شهرزاد شریفزاده سال 2010 زمانی در قسم نظامی 54-53 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فعالیت کردنش برای قلابی محکوم شده بود اما به سبب شامل شدن به قانون عوف آزاد گردیده است. شریفزاده 41 سال داشته، پدری 4 فرزند است و سال 2004 اکادمی ملیتسای تاجیکستان را ختم کرده است.